مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بنبستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بنبست را باز کرد و لازم باشه انسان ناامید دست رو دست بگذاره و بنشینه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بنبست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظار است. این درس امید به همه انسان هست. این درس انتظار واقعی است به همه انسان ها. لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستن. معلوم می شود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دست رو دست بگذاریم منتظر بمانیم تا یک کاری بشه. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است. در همه زمینه‌ها اینجوری.